سلام، من صبا هستم و توی این ویدیو میخوام با هم ببینیم چطوری قلموهایی که خشک شدن رو مثل روز اولش کنی. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنیم یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، خیلی به من کمک میکنه و نظرتون رو برام بنویسید و همچنین یادتون نره کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. بریم برای شروع ویدیو. وسایلی که لازم داریم برای شروع کار: تینر فوری، آب گرم یا ولرم، سرکه سیب، صابون استفاده نشده، چسب و دستمال و قلموهامون هستش. اول از همه قلمو مورد نظرمون رو داخل تینر میشوریم جوری که رنگ‌های انتهای قلمو کامل در بیاد و رنگی داخل قلمو نمونه. بعد که کامل رنگ قلمو در اومد و تینرمون معمولا رنگی میشه که مشخص میشه رنگ داخل قلمو در اومده، میتونیم انقدر این کار رو انجام بدیم که تینرمون رنگی نشه و رنگ داخل قلمو نمونه و یا حتی میتونیم روی یه دستمال تمیز امتحان کنیم، بکشیم که اگر ردی روی دستمال تمیز موند یعنی هنوز رنگ داخل قلمو هست و دوباره داخل تینر قرار بدیم و انقدر این کار رو انجام بدیم که ردی روی دستمال نمونه. بعد که کامل قلممون رو توی تینر شستیم و رنگاش در اومد، قلممون رو داخل آب گرم قرار میدیم. بهتره که حتما آبمون گرم باشه تا قلممون کامل تمیز بشه. و بعد هم میتونیم از صابون استفاده بکنیم که همینطوری هم که توی تصویر میبینید به یک جهت میکشیم تا قلممون آسیب نبینه، چون ممکنه که اگه رفت و برگشتی و یا دورانی روی صابون بکشیم قلم رو، موهای قلممون خراب بشه. بعد که کامل با آب و صابون قلممون رو شستیم، داخل سرکه سیب قرار میدیم. به چه علت؟ سرکه سیب مثل نرم کننده عمل میکنه و موهای قلممون رو بسیار نرم و ابریشمی میکنه. از صابون که استفاده میکنیم این کار رو انجام میده ولی تا حدودی، ولی سرکه سیب خیلی بیشتر این کار رو انجام میده و قلممون مثل روز اولش نرم و لطیف میشه. البته باید مواظب باشیم که قسمت انتهای قلممون نخوره، چون ممکنه موهای قلممون سست بشه. و در آخر هم وقتی قلمو رو روی یک دستمال تمیز میکشیم هیچ ردی روی دستمال نباید بیفته، یعنی کامل قلممون تمیز شده. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یاد نره لایک کنی، نظرتو برام بنویسی و یاد نره کانال منو سابسکرایب کنی که خیلی به من کمک میکنه. پیج اینستاگرام من همین بالا میاد، حتما منو فالو کن که آموزش‌های رایگانی هم اونجا براتون گذاشتم. بای.